بریم با هم جمع و تفریقشون رو ببینیم. جمع و تفریق اعداد گویا. مثلا 3 دوم به اضافه 4 سوم. برای اینکه این دوتا کس با هم جمع بشن حتما باید مخرج‌ها با هم برابر باشن. مخرج کی با هم برابره؟ زمانی که بین این دوتا عدد یه مخرج مشترک داشته باشیم. مخرج مشترک از کجا میاد؟ خب جوری ضرب کنیم نه، باید ببین ریاضی بگیم برای هم مخرج کردن، قشنگ گوش کن، برای هم مخرج کردن دو کسر ما باید کوچکترین مضرب مشترک این دو عدد رو پیدا بکنیم. پس چیکار باید بکنیم؟ آفرین، کوچکترین مضرب مشترک دو تا مخرج رو باید پیدا کنیم. یعنی کوچکترین مضرب مشترک دو تا عدد کسر تو مخرج همون مخرج مشترکه. خب ببینیم چجوریه. کوچکترین مضرب های مشترک رو با هم خوندیم جلسه قبل. مضرب های دو رو با هم بنویسیم. این دو مضرب هاش. اولین مضربش چنده؟ دو. میگیم که مضرب های طبیعی یک عدد بزرگتر و مساوی خودشه که از حاصل ضرب خود عدد در اعداد طبیعی به دست میاد. مثلا 2 ضرب در 1 میشه اولین مضرب 2 میشه 2، 2 ضرب در 2 میشه دومین مضرب 2 میشه 4، سومین مضرب چند میشه؟ 2 ضرب در 3، چهارمین مضرب 2 ضرب در 4. به این ترتیب ما مضرب های طبیعی یک عدد رو می نویسیم. حالا 2 رو من بنویسم. 2 ضرب در 1، 2 ضرب در 2، 2 ضرب در 3. من فعلا تا اینجا می نویسم. این میشه 2، این میشه 4، این مساوی 6. الان برم مضرب های 3 رو بنویسم. 3 ضرب در 1 میشه 3، 3 ضرب در 2 6. به اولین مضربی که با هم مشترکن رسیدم. دیگه نیاز به ادامه دادن نیست. بس من اینو اینجا خاتمه میدم، اینم اینجا خاتمه میدم. میگم مضرب مشترک، یعنی کوچکترین که با که میم نشون میدیم. کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 6. بس من میتونم چیکار کنم؟ یه مخرج 6 داشته باشم. ولی اینجا ما 2 و 3 رو داریم. برای اینکه محاسباتمون درست در بیاد، ما اگر مخرج رو به یک عددی ضرب یا تقسیم کردیم، صورت رو هم باید به همان عدد ضرب یا تقسیم بکنیم. خب من با رنگ قرمز نشون میدم. میگم این عدد باید به 6 برسه چون کوچکترین مضرب. 2 به چند ضرب شده؟ 6. آفرین، 2 ضرب در 3 شده. مخرج به 3 ضرب شد. پس صورت هم به 3 ضرب میشه. خب 3 رو بریم بررسی کنیم. 3 به چند ضرب شده؟ 6. به 2. پس صورت هم به 2 ضرب میشه. خب 3 تا 2 4 تا 8 تا. بس من اینجا 2 تا عدد رو باید با هم جمع کنم. مخرجم که مشترکه، اینا 6ان. صورت ها رو با هم جمع میکنم. خب یه مخرج 6 دارم. 9 به اضافه 8 میشه 17. حالا این عدد رو میتونی تبدیل به عدد مخلوط بکنیم. درسته؟ ما یه عدد مخلوط داریم، یه کسر داریم که به هم تبدیل میشن. من اینا رو پاک کنم. خب چند تا 6 داخل 17 وجود داره؟ 2 تاشو اگه در نظر بگیرم 2 6 تا 12 تا. 12 رو از 17 کم کنم چند تا میمونه؟ 5 تا. پس عدد مخلوطش هم میشه 2 و 5 ششم. منهای 7 ششم. خب گفتیم که برای حل یک تفریق بین دو تا کسر یا تفریق اعداد گویا اول باید چیکار بکنیم؟ مخرج مشترک. مخرج مشترک چجوری حساب می‌کردیم؟ باید اول که میم دو تا عددی که در مخرج هستن به دست بیاریم. به نظرت 5 و 6 کوچکترین مضرب مشترکشون چند میشه؟
گفتم اگر به ذهنت نرسید در بدترین حالت که به ذهنت نمیرسه این دوتا رو در هم ضرب کن. چند میشه؟ 30. میتونیم بنویسیم برای نگاه کن. 5 ضرب در 1 میشه چقدر؟ 5 ضرب در 2 5 ضرب در 3 15 5 ضرب در 4 20 5 ضرب در 5 5 ضرب در 5 نه دیگه 5 ضرب 5 30 نمیشه که 5 ضرب در 6 من هر چی بگم همونجوری اتوماتیک میری دیگه. خب 6 ضرب در 1 6 ضرب در 2 6 ضرب در 3 6 ضرب در 4 6 ضرب در 5 6 12 18 24 و 30. میبینی که در مضرب پنجم 6 میشه 30 و مضرب ششم 5 میشه. پس اینا در هم ضرب کردیم هم جواب میداد. خب این بس ضرب در 6 این ضرب در 5 این میشه 24 این میشه 35 اینا هم میشن 30. خب مخرج مشترک من 30 شد. میگم 24 کسر اول منهای صورت کسر دوم 35. حالا اینو حل میکنیم. خب مخرج که 30 هست. خب ما یه نکته یاد گرفتیم. آیا این دوتا هم علامتن؟ هم علامت نیستن. بس از هم کم میکنیم. 35 منهای 24 11. خب علامت عدد بزرگتر منفی. ضرب تقسیم اعداد گویا. خب دو تا کسر رو میخوایم در هم ضرب بکنیم. مثلا 3 پنجم ضرب در حالا 2 دهم، حالا فرق نمیکنه هر عددی میتونیم بنویسیم. حاصل ضرب دو تا کسر یا به این شکلی که شما صورت رو در صورت ضرب میکنی، مخرج رو در مخرج. دو تا روش داریم. یکی این که شما قبل از اینکه اینها رو ضرب بکنید اگر صورت و مخرجشون یک عامل مشترکی داشته باشن یا به یک عدد مشترکی قابل تقسیم یا قابل بخش پذیری باشن میتونی ساده بکنی، یا هم که میتونی چیکار بکنی اینها رو یک پارچه بکنی. مخرج یک خط کسری، دو تا خط کسری رو تبدیل به یک خط کسری بکنی و صورت ها رو در صورت، مخرج ها رو در مخرج بنویسی. بعد عملیات ساده سازی و حاصل جواب رو بنویسی. یه 3 داریم، یه 2، یه 5 داریم با 10. خب حالا شما بگو صورت مخرج من به کدوم عدد مشترک بخش پذیرن؟ نیستن. نه؟ یعنی 10 به 2 بخش پذیر نیست. ببین اشتباه شما همینه. ما ضرب دری کاری نداریم. در ضرب من یه خط کسری دارم، به 2 میشه 1، این به 2 میشه 5. جواب میشه 3 1 تا 3 تا 5 5 تا 25 تا. خب یه مثال دیگه با هم حل کنیم. بنویسم که 3 هشتم ضرب در 24 21. اینو شما انجام بده برای من. بریم حل کنیم ببینیم چی میشه. خب اول از خود کسره شروع میکنم. آیا 3 و 8 بر هم بخش پذیرن یا عددی هست که بر اون عدد بخش پذیر باشن؟ نداریم. این زوجه، این فرده. خب البته زوج و فرد بودن حالا ملاک نیست، ولی خب اینا نسبت به هم بخش پذیر نیستن. 24 و 21 به چی بخش پذیرن؟ نه این دوتا نسبت به هم یه عدد مشترکی هست که بخش پذیر باشن. اول ما خود کسر رو بررسی کنیم بعد بریم به ضرب دری برسیم. 24 به 3 بخش پذیره، درسته؟ میشه چقدر؟ 8 3 تا 24 تا. 21 هم به 3 بخش پذیره، میشه چند؟ 7. یعنی من چیکار کردم؟ اینا رو تقسیم بر 3 کردم، هم صورت رو هم مخرج رو. حالا الان برم سراغ ضرب دری، چون 8 و 7 دیگه بر هم ساده
نمیشن. یه 8 اینجا دارم، یه 8 اینجا دارم. اینو تقسیم بر 8 بکنم میشه 1. اینو تقسیم بر 8 بکنم میشه 1. خب الان میتونم دیگه وقتی 1 شد یه عددی برای ساده سازی وجود نداره. صورت در صورت 3 ضرب در 1 که میشه همون 3، مخرج در مخرج 1 ضرب در 7. جواب میشه 3/7، همون چیزی که شما هم به درستی حساب کردی. خب احتمالا شما این 8 رو با 24 ساده کردی، درسته؟ من گفتم هیچ ایرادی نداره، جواب شما درسته. اون یک روشه، ولی روش بهتری اینه که اول از خود کسر شروع بکنیم. کسر ما که ساده شد، بعد طرفین وسطین میتونیم چیکار کنیم؟ ساده بکنیم یا ضرب دری ساده بکنیم.